سلام، من فائزه بادله، مشاور ارشد ویزا پلاس. امروز میخوام در مورد گلدن ویزای پرتغال باهاتون صحبت کنم. قبل از هر چیزی لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید تا از جدیدترین اطلاعات و اخبار مهاجرتی مطلع بشید. گلدن ویزا یا همون ویزای طلایی پرتغال که در سال 2012 ایجاد شد به عنوان یکی از جذاب‌ترین ویزاهای دنیا شناخته شده. پرتغال یکی از بهترین کشورهای اروپاییه که در رده 4 قدرتمندترین پاسپورت جهان شناخته شده. بعد از دریافت گلدن ویزا و با گذراندن حداقل 5 سال اقامت موقت، شما امکان دریافت شهروندی و پاسپورت این کشور را خواهید داشت که به نوبه خودش برجسته‌ترین مزیتیه که در بین اقدامات مهاجرتی کشورهای مختلف مطرح شده. سفر بدون ویزا به کشورهای حوزه شنگن، دسترسی عالی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش با کیفیت، تابعیت اتحادیه اروپا بعد از 5 سال از مزیت‌های این اقدامه. از همه مهمتر این که شما با این اقدام میتونید برای فرزندان بالای 18 سالتون، والدین خودتون و والدین همسرتون هم اقامت بگیرید. ویزای طلایی پرتغال برای تقویت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشور ایجاد شده. از این رو دولت پرتغال 6 راه سرمایه‌گذاری برای این کشور اعلام کرده. 19 جولای 2023 مجلس جمهوری پرتغال تغییرات گسترده‌ای بر روی گلدن ویزا این کشور اعمال کرد که یکی از مهمترین این تغییرات حذف سرمایه‌گذاری در املاک پرتغاله و تنها فرصت این اقدام برای اشخاصی که پرونده‌هاشون از قبل در جریان باقی موند. وکلا و مشاورین ویزا پلاس حدود 1 سال پیش این مهم رو پیش بینی کردن و از همون زمان شروع به سرمایه‌گذاری از راه‌های دیگه و دریافت گلدن ویزا برای این کشور کردن. از جمله این سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و ساخت و سازهای فرهنگی بود. بعد از اینکه به کمک وکلا و مشاورین ما در ویزا پلاس تصمیم گرفتید که در یکی از راه‌هایی که گفته شده سرمایه‌گذاری کنید، کافیه که مابقی کار رو به ما بسپارید تا افتتاح حسابتون در پرتغال انجام بشه. پس از اون مبلغی که باید سرمایه‌گذاری بشه وارد حسابتون توی پرتغال میشه و بعد از اون تمامی قراردادها و مراحل قانونی اداری توسط وکلای ویزا پلاس و با نظارت اونها انجام میشه. وکلای ویزا پلاس به بررسی سوابق، سوء پیشینه، اظهارنامه و مالیات‌ها متناسب با روش شما برای سرمایه‌گذاری میپردازن و در صورت تایید آنها سرمایه‌گذاری انجام میشه. پس از اون مدارک شخصی و خانوادگی شما به همراه اسناد سرمایه‌گذاری برای دریافت گلدن ویزا ارائه میشه. متقاضی بعد از سرمایه‌گذاری تو خاک کشور پرتغال و اثبات اون به دولت کشور مقصد میتونه درخواست گلدن ویزا بده. در ابتدا کارت اقامت 1 ساله برای شخص صادر میشه. وکلای ویزا پلاس بعد از بررسی مدارک و سوء پیشینه در پایان 1 سال اقامت شخص رو برای 2 سال تمدید میکنن و بعد از اون 2 سال برای 2 سال دیگه تا به اقامت 5 ساله موقت برسه. در پایان 5 سال میتونید با کمک وکلا و مشاورین ویزا پلاس به اداره مهاجرت این کشور درخواست شهروندی بدید و پاسپورت این کشور رو دریافت بکنید. اگر میخواید یکی از موکلین ویزا پلاس در ویزای طلایی پرتغال باشید، کافیه با شماره‌های ذکر شده در وبسایت تماس بگیرید تا مستقیم با مشاورین ویزا پلاس در ارتباط باشید. وکلا و مشاورین ما در خاک کشور پرتغال از 0 تا 100 سرمایه‌گذاری تا دریافت ویزای طلایی این کشور کنارتون هستند تا مهاجرتی آروم رو به همراه خانواده‌تون تجربه کنید.